میخوام توی 1 دقیقه بهتون یاد بدم که چجوری تو کوتاه‌ترین زمان و به آسون‌ترین روش میتونین 1 کیلو کیک یزدی درست کنین. 2 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میشکنیم و هم میزنیم. نیاز به همزن برقی هم نداره. بعد شکر، پودر هل، بیکینگ پودر، آب سرد، روغن و گلاب، 2 قاشق عسل و در آخر آرد الک شده رو اضافه میکنیم. غلظت مواد باید به این شکل باشه. نیم ساعت اجازه میدیم استراحت کنه و بعد با قاشق یا قیف 1 بار مصرف داخل کپسول ها رو پر میکنیم. 2/3 از قالب باید پر بشه و با چاقویی که چرب کردیم علامت به علاوه ایجاد میکنیم و کنجد میپاشیم. بعد داخل توستر یا فری که از قبل گرم کردیم میذاریم با دمایی که داخل کپشن براتون نوشتم. وقتی که کیک پف کرد و روی کیک طلایی شد آماده است. اصلا باورتون میشه همچین کیک یزدی رو بتونین تو خونه خودتون درست کنین؟